هدف اصلی از برنامه امروز ایستادگی برای حق و حقوق زنان و دختران افغانستان بود و برای که دنیا تقریبا درباره زنان افغانستان کاملا فراموش کردن و حتی در هیچ نیوز چینل یا در خبرات دربارهشون دیگه نمیشنوین، مثل از که 5 سال نرفتن به مکتب برای زنا یا 5 سال نرفتن به کار کاملا یک چیز عادی باشه. و ما به می خاطری برنامه را امروز در اینجا برگزار کردیم که صدای زنان افغانستان به گوش دنیا برسانیم، ایستادگی برشان بکنیم و همچنین ما می خواهیم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان من حیث یک کریمینال اکت به حساب رسمی شود. بله. خب قسمی که در بیانیه امروز ما شنیدیم بعضی از وطندارا و فعالان اجتماعی که اینجا بودن از بر اسم شناسی طالبان اظهار نگرانی کردن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ چون در اواخر به پارلمان اروپا دعوت شده بودن، به اتریش و دیگر کشورهای اروپایی مثل آلمان رفت آمد دارن، رفت آمد رسمی. در این باره چی نظر دارین و چه رقم میبینین این کارا را دوام شه؟ رفت آمد طالبان واقعا در کشورهای اروپایی غیر قابل قبول است. برای هر فرد افغان باید غیر قابل قبول باشه و برای من هم غیر قابل قبول است. و یکی از موضوعاتی که من میشه در مصاحبه خود تاکید کردیم امی است که آرزو دارم که دنیا طالبان به رسمیت نشناسه تا وقتی که مخصوصا تا وقتی که حق و حقوق انسانی زنان در افغانستان داده نشود. رسمیت شناختن طالبان غیر قابل قبول است برای همگی ما و واقعا بسیار زیاد بر ما ای که در بعضی از کشورها اونا دعوت شدن و آمدن بسیار یک چیز عجیب و غریب بود. این نباید میشد و نباید شود. درست. پس درباره مجالس و میزهای جامعه جهانی چه فکر میکنیم؟ کشورها که اینجا در ملل متحد و یا در کشورهای مختلف به خاطر افغانستان تر اظهار نظر میکنن و در اظهار حمایت میکنن، در این باره شما چی نظر دارید؟ خب ای که اظهار حمایت میکنن تشکر از ایشان، منتها یک چیزی که علنی ما دیده باشیم که راستی حمایتشان دیده باشیم تا به حال حقیقتا ندیدیم. ای که 5 سال طی شده و هنوزم زنها در زندان طالبان هستن، هنوزم از حق و حقوق به حساب بیسیک خود یا چی میگن نهادین خود اونا ممنوع هستن. این نشان میده که چندان حمایت هنوز بر افغانستان نشان ندادن، به خاطر که زنها نیم نفوس افغانستان تشکیل میده و اونا از حق و حقوق خود محروم هستند. روزی که ما در این قسمت یک عمل ازشان دیدم باز قبول میکنم که اونا همراه ما هستن. امروز مصادف است با 5 سالگی شکست افغانستان بعد از طالبان. شما حداقل 5 سال بعد از امروز چه رقم میبینید به خاطر مردم افغانستان، به خاطر زنای افغانستان، دخترای افغانستان؟ به خاطر که از نظر ما و از نظر ایده از مردم از اینکه شد روز بدتر به خاطر دخترای افغانستان نباشه. اما شما به چی امیدوار هستین؟ به چی امیدوار نیستین؟ چی فکر میکنید به خاطر آینده مردم ما؟ ما خودم شخصا یک آدم بسیار مثبت هستم و امید دارم برای آینده 100%. و ما بر زنان همیشه همی امیدواری رو دادم میرم که ما فکر میکنم فردای روشن است. برای اینکه این کاری که طالبان در افغانستان انجام میتن کاملا غیر انسانی است و کارهایی که غیر قبول مردم باشه این نمیتونه که تا ابد ادامه داشته باشه. اینا نمیتونن مردم تا به آخر دستیایی و تاریکی نگاه کنن، نمیتونن که این ظلم و ستمی که سر زنا آوردن این تا ابد نمیتونه دوام کنه. از این خاطر ما برای آینده بسیار امیدوار هستم. ولی یک چیزی که بسیار مهم است، من فکر میکنم چیزی که راستی میتونه تغییر با وجود بیاره اتحاد و همبستگی افغانای ما در سر تا سر دنیاست که باید با اتحاد همدیگر صدای خود بلند کنن و از حق و حقوق زنا به حساب دفاع کنن و برشان ایستادگی کنن. میتونه که این یک چیز بسیار امیدوار کننده باشه. دقیق. به عنوان سوال آخر من میخوام بپرسم کسایی که دخترای جوان، خانمایی که فعلا در خانه هستن از حق بسیار طبیعیشان مشارکت در اجتماع و تمام حقوق نهادینشان امروز سرشان محدودیت است، چی پیام برشان دارین؟ اونایی که شما رو میبینن، شما رو میشنون، با آهنگایتان شاید یک خوشحالی به دلشان بیایه و یک لحظه شاید خوش شون، شما با اونا چی مسیج دارین؟ چی پیام دارین از این
اول خو ما بر تمام خورای خود واقعا معذرت میخوایم از اینکه در این حالت در افغانستان 5 سال تیر کردن، واقعا سخت است، ولی میخوایم بدانن که ما همراهشان هستیم. ما هر روز یعنی به فکر ما هستند، در قلب ما جای دارن. هر روز در هیچ یک جای نیست که ما به خاطر زن افغان صحبت نکنم یا گپ نزنم و اینا بدانن که مثل ما هزاران و صدها هزار و میلیون ها افغان دیگه است که به همراهشان است و امید خود از دست نتن. همینطور که همیشه زن افغان در تاریخ قوی بوده، در تاریخ نام مانده، همینطور قوی بمانند و انشالله روزای بهتر آمدنی است. انشالله. بسیار تشکر. خواهش میکنم. تشکر.